یعنی بیشرفترین، بیوجدانترین و وطن فروشترین انسانهای روی کره زمین اینا هستن. آخه احمق، فکر میکنی که ترامپ و نتانیاهو واسه نجات تو میان؟ اونا دنبال منافع خودشون هستن. از شما فقط سوء استفاده میکنن که بهانه حمله به کشور رو داشته باشن. برید چت جی پی تی بزنید بخونید ببینید طی 100 سال اخیر آمریکا چه بلاهایی سر کشورها آورده. چه اونایی که جنگ نظامی کرده، چه اونایی که تحریم کرده از عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و لیبی و این چند وقت اخیر ونزوئلا گرفته و حتی به اروپاییاش هم رحم نمیکنه. سر قضیه گرینلند تعرفه های گمرکی اینا واسهشون وضع میکنه، تهدید میکنه اروپایی‌ها رو. بعد تو انتظار داری بیاد به تو کمک کنه؟ یعنی خود محمد رضا شاه پهلوی اون دنیا بفهمه پرچم دوران پهلوی دست این افراد افتاده، اون دنیا هم یه خودکشی میکنه. همون دوران پهلوی خود محمد رضا شاه در سال 1973 1352 خودمون طی جنگ بین اسرائیل و مصر به مصر کمک میکرده. چه کمک غیر مستقیم نظامی که هواپیماهای شوروی میومدن از خطوط هوایی ایران تسهیلات نظامی میبردن به مصر، چه کمک دارو و پزشکی، چه کمک مالی. بعد شما میان تو زمین بازی دشمن توپ میزنید. خنده‌داره واقعا. و جالب این که از دولت اسرائیل خود شاه انتقاد میکرده. حالا نفتشو میفروخته ولی نقد داشت به دولت اسرائیل. بدرود.